وکیل مدافع شهبال میرزایف 24 ساله سربازی که سال 2014 در ارتش معیوب شده است از قرار کلیه دادگاه نظامی و حلنامه دادگاه نظامی با دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برد. هدف از این شکایت رویاندن جبرانپلی با عدالتانه از کشتارهای سرحدی بوده است. شهبال میرزایف سرباز قسم حربی 2026 نیروهای مرزبان تاجیکستان ماه مارس سال 2014 بر اثر لطوکوب یک همخدمتش معیوب روی جاگه شد. نومان میرزایف پدر شهبال میگوید سرریاست نیروهای مرزبان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با گذشت 2 سال تا امروز قرار دادگاه نظامی را درباره پرداخت یک مقدار جبران پولی برای معالجه این سرباز اختصاص نداده است. در قرار دادگاه نظامی گرنزان دوشنبه ماه می سال 2015 قرار شد که سرریاست نیروهای مرزبان تاجیکستان به شهبال میرزایف 97,265 سامانی جبران مالی و 20,000 سامانی جبران معنوی پرداخت کند. ولی بعدا در ماه آگوست آن سال دادگاه عالی در پی شکایت نماینده دادستانی حربی دوشنبه این قرار را بیکار کرد. 22 نوامبر سال 2016 دادگاه نظامی گرنزان دوشنبه دوباره این قضیه را بررسی کرده و سرریاست نیروهای مرزبان را موظف کرد که به سرباز معیوب شهبال میرزایف به مقداری به مراتب کمتر 37,000 سامانی ضرر مادی و 4,000 سامانی ضرر معنوی پرداخت کند. این قرار آن زمان خانواده سرباز را قانع نکرد، ولی با این وجود همین مقدار پول هم برای خانواده معیوب داده نشده است. با گفته گلچهره خالماتова وکیل مدافع شهبال میرزایف فعلا حلنامه دادگاه نظامی گرنزان دوشنبه در مرحله اجرا قرار داشته و شکایت او به دادگاه عالی محض به میزان جبران ربط میگیرد. خالماتова روز 22 اوگوست به رادیو آزادی گفت در حلنامه سودی حربی برآورده است که از قشنهای حربی به فایده نزد شهبال 40,000 سامانی روینده شود. وزیر همین ورقه اجرایش در مرحله اجرایش قرار دارد. از نقطه حمایه همین ضرر معنوی که روینده شد در حلنامه برآورده شد و فکر ما مؤدبانه برآورده شده است. ما 180,000 سامانی طلب کرده بودیم. آنها ضرر معنویش فقط 4,000 سامانی تصدیق کردند. محمد اولو خوجاев سخنگوی سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان گفت این نهاد از پرداخت جبران به سرباز معیوب شهبال میرزایف سرکشی نکرده است و مبلغ 41,000 سامانی حتما به خانواده سرباز پرداخت خواهد شد. وی درباره شکایت جانب جبردیده به دادگاه عالی و طلب 180,000 سامانی جبران به سرباز معیوب ابراز به اطلاعی کرد. شهبال میرزایف ساکن 24 ساله ناحیه 8 ماه مارس سال 2014 بر اثر لطوکوب شدید یک همخدمتش معیوب شد. طبیبان گفتند استخوان میان و گردن سرباز مجروح شده برای برقراری سلامتی او مدت طولانی لازم می شود. برای لطوکوب شهبال میرزایف دادگاه ماه نوامبر سال 2016 عثمان علی غیرتوف فیلدشر واحد نظامی نیروهای مرزبانی را به 9 سال زندان و گلرفتار شیرین و سردار داروخانه همین قسم نظامی را برای اجرای نامطلوب وظیفه های خدمتی و رعایت نکردن آیین‌نامه خدمتی به 1.5 سال کارهای اجباری محکوم کرد. ولی این هر دو بعد از صادر شدن حکم عفو شده حکم غیرتوف تا 7 سال کاهش داده شد. در این مدت شهبال میرزایف اول در بیمارستان‌های تاجیکستان و بعدا در یک بیمارستان روسیه جراحی و معالجه شد. نومان میرزایف پدر شهبال روز 22 اوگوست به رادیو آزادی گفت که از زمان لطوکوب تا کنون فرزندش تحت نظارت پزشکان قرار داشته و تمام خرج طبابت را خودش پرداخت کرده است و شکر کرد که اخیراً وضع سلامتی پسرش تا اندازه بهبود یافته است. محققان میگویند بعد رفتار در ارتش و لطوکوب نظامی مشکل است که از دوران شوروی وجود دارد. محققان این مشکل سازمان‌های جمعیتی و هم خود مقامات میگویند تلاش میکنند توسط کارهای فهماندهی و تربیت ضد خشونت در ارتش مبارزه برند. هنوز چند سال پیش سازمان‌های شهروندی وجود مشکلاتی مثل محلچگی و تامین ناقافی را یک سبب افزایش مهترسالاری زورگویی سربازان با تجربه نسبت نوعسکران نامیده بودند.